راه خدا و دین خدا و ایمان به خدا و محبت خدا و عقیده به خدا و استقامت در راه خدا فقط نجات دهنده است و پناه دهنده است و پناهگاهه. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. من شما را بر راه و منهج و برنامه روشن و درخشان و بیضا، یعنی درخشان و سپیدی که هیچ لبسی توش نیست، هیچ شکی توش نیست، هیچ خفایی توش نیست، هیچ تاریکی توش نیست، رها کردم بعد از خودم. پس تنها راهی که شب نداره و تاریکی نداره راه خداست، محجة البیضاست، لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. کسی از این راهی که شبش مثل روزش روشنه منحرف نمیشه مگر اینکه هالکه، هلاک شد. آدم اگه تو روشنایی بیفته، تو روشنایی سقوط بکنه، کسی تو تاریکی تو چاله بیفته اون یه چیزی تاریکه، ندید سرش به تیر برق خورد. و کسی تو روشنایی سرش به تیر برق بخوره حتما چشمشو بسته غافل بوده، الان خورشید داره میتابه. کسی معذور نیست که این نور رو نبینه مگر یک نفر این که چشمشو ببنده. پس وجود نور کافی نیست برای دیدن، باید چشمم باز باشه. وجود پیامبر و قرآن کافی نیست برای هدایت، با تو هم پذیرش داشته باشی. اگر کافی بود پس ابو جهل هم هدایت میشد، ابو لهب هم هدایت میشد. ما خود تو را ندیدیم نام خوشت شنیدیم، اما ابو جهل دیده، ابو لهب دیده، ام جمیل دیده، ولید ابن المغیره دیده. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد صلی الله علیه وسلم. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. پیامبر به صحابه گفت در آخر زمان قومی میان که ندیده منو قبول دارن، فقط اسمم شنیدن، فقط ناممو شنیدن، درباره من وصفمو شنیدن، ندیده منو قبول کردن. و ما ایرانی ها یه دستگیره دیگه هم داریم، سلمان فارسی رضی الله عنه. گفتن اونها چه قومی هستن؟ پیامبر گفت قوم این آقا، اشاره به سلمان کرد. و پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که سلمان فارسی داستان اسلامش رو بیان کرد، عمر بلند شد دست سلمان گرفت گفت تو از خانواده ما بیا پیش ما. اون یکی بلند شد دست سلمان گرفت، دعوا شد رو سلمان. پیامبر دید که سر صدا بلند شد گفت بحثتون رو چیه؟ گفتن دعوای ما رو سلمانه. بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند شد دست سلمان رو گرفت گفت سلمان من آل البیت، سلمان از ماست، از خاندان منه، از آل بیت منه. و اون قومی که ندیده منو میپذیرن و به من ایمان میآورن از قوم این هستن. عایشه ام المؤمنین میگه من نمیفهمیدم رضی الله عنهما که کسی هم میتونه از خوشحالی گریه بکنه تا اینکه بابامو دیدم ابوبکر صدیق رضی الله عنه. که وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش گفت از صحبت یا ابابکر، همیشه میرفت در گوش پیامبر میگفت از صحبت یا رسول الله، جوابش نمیداد. دوباره میرفت از اون طرف از صحبت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، جوابش نمیداد. رفیق نمیخواد تو سفر هجرتت به مکه به مدینه؟ احساس میکرد که وقت هجرتش نزدیکه.
هی میرفت در گوشش میگفت از این طرف از اون طرف جلوش، چند روز پشت سر هم جوابش نمیداد، چون هنوز امر از بالا نیامده. تا ای که بعد از چند روز رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوبکر گفت از صحبت یا ابابکر، تو انتخاب شدید، تو همسفر منی در هجرت. اینجا ابوبکر زد زیر گریه از خوشحالی. از انسان از شوق هم گریه میکنه.